در دیتونیا بیچ من اولین شهرتم رو به عنوان ولگرد ساحلی با موهای بلوند فرفری به دست آوردم. برای اینکه بتونم پول بخور و نمیری به دست بیارم، کاری در یک کلوپ گلف پیدا کردم و در اونجا چمنهای زمین گلف رو میزدم. یه روز که زیر خورشید سوزان فلوریدا چمنها رو کوتاه میکردم، کمی مکث کردم تا اعضای ثروتمند اون کلوپ رو تماشا کنم. اونا در حال بازی روی چمنهای صاف همچون سرامیکی بودن که من همون موقع براشون آماده کرده بودم. همونطور که اونا رو نگاه می کردم که با ماشینای مخصوص پرسر و صدای خود در حال رفت و آمد بودن، سوالی دردناک به مغزم هجوم آورد. چرا اونها اون سو و سوار بر ماشینهای زمین گلف هستن و من این سو در حال کارم؟ اصلا سر در نمی آوردم. چطوره که اونها اون سو در حال بازی‌ان و من این سو در حال چمن زدن هستم؟ هی، من به اندازه اون مردم خوب بودم. چرا اونها 10 تا 20 برابر موفق‌تر و بهتر از من بودن؟ آیا اونا 20 برابر بهتر از من بودن؟ آیا اونا 20 برابر باهوشتر از من بودن؟ یا 20 برابر سخت‌تر از من کار می‌کردن؟ من که اینطور فکر نمی‌کردم. احساس می‌کردم چیزی در جریانه که من باید ازش سر در بیارم. چیزی که باید مثل روز واضح و روشن باشه، اما برای من به کدری آب گلالود بود. همه چیز خیلی غیر منصفانه به نظر می اومد. بنا به دلایلی همونطور که برای بسیاری از افراد در زندگیشون اتفاق میفته، من خودم رو در شرایطی یافتم که در سر دوراهی با تصمیمم رو میگرفتم و من اون لحظه رو روز انزجار خود مینامم. لحظه برخورد که همه ما گاهی در زندگیمون اونو تجربه میکنیم. همون لحظه‌ای که چکش واقعیت‌ها درباره شرایطمون بر سرمون کوبیده میشه و تصمیم میگیریم که تغییر کنیم، بدون اینکه هیچ سرنخی از ماهیت و چگونگی اون تغییر در دست داشته باشیم. در اون لحظه که در گرمای بیرحم فلوریدا از حال میرفتم، به اون نقطه عطف تصمیم گیری رسیدم. ناگهان دریافتم در جایی که هستم و ویژگی هایی که در اون لحظه از اونها برخوردار بودم، به چیزی بیش از اون دست پیدا نخواهم کرد. صدایی شنیدم، دقیقاً مثل کلید درستی که توی قفل بچرخه و اون رو باز کنه. میدونستم که هرگز به جایی که درست چند لحظه پیش در اون بودم بر نخواهم گشت. فهمیدم که برای اینکه آدم متفاوتی بشم باید عملکرد متفاوتی داشته باشم. من فقط یک تیکه از پازل رو پیدا کرده بودم، فقط یک تیکه، و به پیدا کردن راه خود به سوی موفقیت ناب جاودان حتی نزدیکم نشده بودم. اما همون یه تیکه برای شروع حرکت در مسیر موفقیت کافی بود. ابرکامیاب. بعد از اون روز تجلی انزجار، من از زمین گلف بیرون زدم و ضبط و لباسامو توی ماشینم جا دادم. تمام وسایلم به راحتی توی صندوق عقب جا شدن و برای تنها مسافر این سفر، یعنی من، جای کافی باقی مونده بود و راه آلبوکرکی رو در پیش گرفتم. ماشینم مدام جوش می آورد که باعث شد 6 روز طول بکشه تا به تگزاس برسم. این طولانی ترین مسافت زندگی من بود. نه فقط به خاطر اون ماشین قرازه، بلکه به خاطر مسافتی که در قلب و روحم طی کردم. هنگامی که به نیومکزیکو رسیدم، عزمم رو جزم کردم که سرزمین متوسط الحال بودن رو برای همیشه پشت سر بذارم و در دنیای موفقیت‌های بزرگ ساکن بشم. تصمیم گرفتم که تخت گاز پیش برم و هر آنچه که لازمه انجام بدم تا زندگیمو ارتقا بدم.
همونطور که گفتم من هیچ وقت در زندگی خود در هیچ کاری بهتر از متوسط عمل نکرده بودم. متوسط در نمرات، در ورزش، در مهارت‌های اجتماعی و همه چیز. میدونستم که تنها راهی که وجود داره تا برای خودم کسی بشم این بود که سخت‌تر و مداوم‌تر تلاش کنم. اگه میخواستم که شانس حضور در تیم رو پیدا کنم باید سخت‌تر تمریناتم رو انجام میدادم. اگه میخواستم کسی رو در جامعه تحت تأثیر قرار بدم باید بیشتر روی اون کار میکردم. اگه تصمیم بر گرفتن نمرات بهتر داشتم باید بیشتر مطالعه میکردم. پس همین کار رو انجام دادم. در اون ترم برای اولین بار در زندگیم نمره الف شدم. تحصیلاتم رو در مدرسه کسب و کار ادامه دادم و به عنوان بهترین فرد در کلاسم فارغ التحصیل شدم. اما ظاهراً سخت کوشی به تنهایی کافی نبود و اون زمان هنوز به این موضوع پی نبرده بودم. اگر سخت کوشی تنها کلید موفقیت بود، اون وقت تمام کسانی که سخت کار میکردن موفق میشدن. فقط کافیه یه نگاهی به افراد دور و برتون بندازین. متوجه میشین که سخت کوشی جواب این مسئله نیست. دنیا پر است از کسایی که تا سرحد مرگ در حال کار و تلاشن، اما با این حال شرایط اونا رو از پا در میاره. من در آستانه پی بردن به این موضوع بودم. تازه کالج رو به اتمام رسونده بودم که در فرودگاه بین المللی آلبوکرکی مشغول به کار شدم و تلاشم رو در جهت موفقیت آغاز کردم. در چشم به هم زدنی تبدیل به یکی از جوانترین مدیران فرودگاه بین المللی در کشور شدم. من یک نیروی مدیریتی عالی بودم. از این رو توسط غول تکنولوژی تگزاس اینسترومنت با مرکزیت دالاس استخدام شده و فرودگاه رو ترک کردم. به مدت 5 سال در این شرکت کار کردم و به سطح مدیریت با عنوان مدیر بخش سیستم‌های هوشمند ارتقا پیدا کردم. اما شرکت‌های آمریکایی برای من مناسب نبودند. در اونها سیاست‌های زیادی جریان داشت که من از اونها متنفر بودم و ناگفته نمونه که احساس می‌کردم هنوز جایگاهی که به اون تعلق دارم رو پیدا نکردم. ولی قطع به یقین من روی دور موفقیت‌های بزرگ بودم. درسته؟ صادقانه بگم احساس می‌کردم که میتونم هر کاری که ذهنم رو بر اون متمرکز کنم انجام بدم. انگار یه ورد جادویی رو یاد گرفته یا یه فرمول سری رو پیدا کرده باشم. پس تصمیم گرفتم مستقل عمل کنم و در مسیر کارآفرینی پا گذاشتم. دوباره به آلبوکرکی نقل مکان کرده و یک شرکت انرژی خورشیدی تأسیس کردم. من هیچ چیزی درباره انرژی خورشیدی نمیدونستم. حتی نمیدونستم خورشید از غرب طلوع میکنه یا از شرق. بعداً معلوم شد که از شرق. اما نیومکزیکو با 400 شرکت در زمینه انرژی خورشیدی پایتخت این صنعت در حال شکوفایی بود. پس به شکل ناخودآگاهی میدونستم که اقدام هوشمندانه‌ایه. و در ابتدای کار اینطور به نظر می رسید که من واقعا یه تصمیم هوشمندانه گرفتم. در طی 2 سال شرکت من یکی از برترین شرکت‌ها در کشور بود و طولی نکشید که به یکی از بزرگترین شرکت‌های انرژی خورشیدی در امریکا تبدیل شد. من خیلی هیجان زده بودم و از خوشحالی توی ابرها سیر می کردم. چیزی که اون زمان هنوز نمیدونستم این بود که هیچ چیزی پایدار نیست. همه چیز همواره در حرکت و تغییره. همه چیز تغییر میکنه و این همون اتفاقی بود که بعداً افتاد. روزگار عوض شد. قوانین مالیاتی تغییر کردن. ضربه سختی به صنعت ما وارد شد. قبل از اینکه متوجه بشم که چه اتفاقی در حال وقوعه، شرکت من فرو پاشید و همه چیزمو از دست دادم. دوباره به نقطه 0 و حتی زیر 0 برگشتم. بیش از اونچه که حتی بتونم امید به دست آوردنشو داشته باشم بدهکار شده بودم.
نمیتونستم باور کنم. موفقیت‌های بزرگ من درست مقابل چشمام با خاک یکسان شده بود. زندگی میلیونری من دود شد و به هوا رفت و منو در سرزمین ولگرد ساحلی همون پسرک یک لاغبا رها ساخت. اونا حتی ماشینم هم از من گرفتن.